روزی مولا نصرالدین با آخوند ده در کنار جاده ایستاده بودند و تخته‌ای بزرگ در دست داشتند که رویش نوشته بود توبه کنید، بازگردید، پایان نزدیک است. کمی بعد جوانی با اسب دوان از راه رسید. وقتی نوشته را دید فریاد زد بروید دنبال کارتان ای ملاهای بیکار، دنیا هنوز تموم نشده. و با خنده تاخت زنان از کنارشان گذشت. چند لحظه بعد صدای فریادی بلند شد و بعد صدای شلپ افتادن در آب. آخوند با نگرانی گفت استغفرالله، حتما به درک رفت. ملا آرام دست به ریش خود کشید و گفت نه حاجی، به درک نرفت، به رود رفت. گفتم واضح بنویسیم پل شکسته، قبول نکردی، مردم رو بیشتر گمراه نمودی.